خب ما یه دستگاه حرارتی داریم، میخوایم این دستگاه حرارتی مخصوص برای پیدا کردن شوفاژا، ترکیدگی شوفاژ برفرض تو کار با آب گرم. برای آب سرد کارایی نداره، فقط این حرارت اون قسمت نشون میده که مثلا برفرض حالا وسیله یا اینکه لوله‌ای که تو کار هست، چون قسمتی که شوفاژ ترکیدگی باشه داخل کف یا دیوار، حرارت اون قسمت دمای پایین تر نشون میده. الان که دارید میبینید قسمت هایی که حرارتی هست داره نشون میده. الان پشت این شیشه برفرض دما رو نشون میده، دمای جایی که حالت الان 29 درجه است. کلا مسیرها رو اینجوری نشون میده، مسیرهایی که حرارت داشته باشن. ممنونم.